11مین سنت از سنت های فراموش شده سلام دادن بر اطفال است. بسیاری کسا مثلا تیر میشن وقتی که یک جماعت از جوانا و نوجوانا هستن ششته و اطفال هستن بر از اونها سلام نمیتن، در حالی که السلام علی الصبیان رسول الله صلی الله علیه و سلم به اینمی اطفال هم سلام میداد، یک نوع بر از اونها تربیه میشه. عن انس بن مالک رضی الله عنه، انس بن مالک رضی الله عنه میگه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم مر علی غلمان فسلم علیهم. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به یک جماعتی از اطفال یا نوجوانا مرور کردن، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم به اونا سلام دادن، برشان گفت که السلام علیکم. حدیث صحیح مسلم است، حدیث شماره 21 2168. از جمله سنت های فراموش شده دیگه سنت چی است؟ اذکار الصعود و النزول. و بسیاری وقتا ما و شما مثلا در یک بلندی بالا میشیم، در یک تپه بالا میشیم و یا پایین میشیم در یک منطقه، اینی چی است؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کنا اذا صعدنا کبرنا. یکی چی میگه رسول الله صلی وقتی که در زمان رسول اصحاب قسم میکنن، میگه وقتی که ما در یک جای بلند میشدیم کبرنا، میگفتیم الله اکبر. شما در زینه بالا میشین، شما مثلا در یک تپه بالا میشین، شما در یک منزل بالا میشین، باید بگین الله اکبر. و اذا نزلنا، و وقتی که ما پایین میشدیم سبحنا، میگفتیم سبحان الله. حدیث صحیح البخاری 2993. 13مین سنت فراموش شده السلام علی من عرفت و من لم تعرف. در عصر رسول الله این قسمی نبود که کسایی را بشناسن او را سلام بدن، کسایی را که نشناسن سلام ندن. حال متاسفانه همین قسم شده، هر کس را میشناسن برش سلام میتن و هر کس را نمیشناسه برش سلام نمیتن. در حالی که عن عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما میگه که ان رجلا سأل النبی صلی الله علیه و سلم، میگه یک شخصی از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان کرد ای الاسلام خیر، کدام اسلام خوب است؟ یعنی همین مسلمانی کی بسیار خوب مسلمانی است؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که تطعم الطعام، که برای دیگران غذا بدی، و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف، که تو سلام بدی خواه کس را بشناسی یا نشناسی، در هر کس روبروی تو میشه برش سلام باید بدی، پشت از این نگردی که میشناسم یا نمیشناسم. این هم حدیث در حدیث ابو داود است و این شیخ البانی در صحیح ابو داود در حدیث 5194 در جمله احادیث صحیح ذکر کرده. 14مین سنت فراموش شده که است الجلوس و عند الشرب است، که بسیاری کسا صدقایی آب می نوشند. غلط است. نشستن در واده آب نوشیدن است. عن انس رضی الله عنه، انس رضی الله عنه میگه که عن النبی صلی الله علیه و سلم نهى عن يشرب الرجل قائما، میگه رسول الله صلی الله علیه و منع کرد که یک شخص استاده آب بنوشه. قال قتاده رضی الله عنه میگه فقلنا فالاكل، میگه ما گفتیم خیر خوردن چطور؟ فقال ذاك اشر و اخبث، این شریرتر و خبیثتر است که یک نفر چی کنه؟ استاده غذا بخوره، که متاسفانه سیستم‌های اروپایی و غربی در بین مسلمان‌ها مروج شده. 15مین سنت از سنت‌های فراموش شده چی است؟ التفل علی الیسار ثلاثا عند الوسوسه فی الصلاة، میگه چی است؟ امو آب دهن انداختن یا تف کردن وقتی که در نماز اگر شما را شیطان وسوسه کرد. ان عثمان ابن ابی العاص اتى النبی صلی الله علیه و سلم، میگه عثمان پسر ابی العاص رضی الله عنه پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد. فقال یا رسول الله، برش گفت که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراءتی، گفت شیطان حائل واقع شد، یعنی مانع واقع شد بین ما و بین نماز ما، یعنی مرا وسوسه کرد و در وقت قرائت ما یلبسها علی، که می نماز مرا سبب تو گرد وقت میکرد امی قرائت بر ما بخیام تو چیز کرد که ما شیطان وسوسه ام کرد که حتی فکر کردم خدام چی خواندیم چی نخوانیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ذاک شیطان، گفت که یک شیطان است یقال له خنزب، نام از این خنزب خان است، فهمیدین؟ این شیطان. فاذا احسسته، وقتی که امی احساس کردی که خنزب خان تو در امی نماز چی کرده؟ وسوسه کرده. فتعوذ بالله من،
پس به الله از او پناه بجوی. وطفل علی یسارک ثلاثا، و به طرف چپت 3 مرتبه آب دهن بریز. فقال فعلت ذلك، می صحابی مبارک میگه که من این کار کردم. فاذهبه الله عنی، الله می وسوسه را از قلب من دور کرد. حدیث صحیح مسلم است 2203.